میخوام یه داستانی از دل جهانهای فانتزی براتون تعریف کنم. یه داستان قشنگ که خودم ساختم. در یک شهر کوچک و آرام، جایی که صدای نسیم ملایم با عطر کتاب‌های قدیمی در هم آمیخته بود، دو دوست صمیمی به نام نافومی ایواتامی و چیگیری هیوما زندگی می‌کردند. از کودکی آنها به علم و دانش علاقه فراوانی داشتند و همیشه در جستجوی رازهای جهان بودند. یک روز از کتابخانه قدیمی شهر شنیدند. کتابخانه که گفته میشد پر از دانش‌های پنهان و اسرار جادویی است. آنها تصمیم گرفتند روزی به آنجا بروند و تمام اسرارش را کشف کنند. اما برای این کار باید تمام کتابخانه رو می‌خواندند، کتاب‌هایی که ظاهر خسته کننده داشتند. چون داخل آن کتابخانه یک سوالی که به مرگ و زندگی وابسته بود پرسیده میشد و اون سوال مخفی در کتابخانه اون شهر بود. نافومی و چیگیری با هم عهد بستند که از کودکی تا بزرگسالی هر روز در کنار هم یاد بگیرند و سرانجام به اسرار آن کتابخانه پاسخ دهند. حالا ماجرای آن دو از همین نقطه شروع می شود. میخوام اونایی که انیمه بین هستن ببینم نافومی ایواتامی و چیگیری هیوما کیه. داخل کامنت حتما بهم بگید.